التمیز. چی معنای تمیز؟ چیکار کرده کتاب تمیزنده؟ علم خیر حدیث های صحیح و ضعیف بدنش جدا کرده، یعنی بیان کرده. تمیز یعنی معناش بیان کردن. تمیز یعنی معناش چی؟ بیان کردن. مسلم یعنی این کتاب تمیز نوشتنش سببش یعنی طبعا یکی از شاگرداش طلب میکرد، میگوید که فإنك يرحمك الله ذكرت أن قبلك قوما ينكرون قول القائل من أهل العلم إذا قال هذا حديث خطأ وهذا حديث صحيح وفلان يخطئ في روايته حديث كذا والصواب ما روى فلان بخلافه، وذكرت أنهم استعظموا ذلك من قول لمن قاله ونسبوه إلى اغتياب الصالحين من السلف الماضين، وحتى قالوا إن من ادعى تمييز الخطأ روايتهم من صوابهم متخرص بما لا علم له به ومدعين علم غیب لا یوصل به. این آدمایی که یکی از که دراویشه بده که امروز دراویشه ها هایی که درویشا صوفی ها یعنی فهمدید این زمان مسلمان ده بده، نه نگوید که امروز پیدا شده، یعنی نه این قول مثلا حاضر پیدا نشده، این قول به مثلا چی مسلم نام، یعنی این قول یعنی چی داشته بوده است، یعنی ریشه داشته بوده است، یعنی 1200 سال پیش از این قول وجود داشته بوده است. یعنی مسلم میگوید که شاگردش به تو گفته که شکایت میکنی که شماها مثلا شهراتون قشلاقون بعضی آدما هایی که همین خیلی علماها وقتی که میگن که این حدیث خطا و این حدیث صحیح، یا که فلان راوی خطا کرد، فلان راوی مثلا چی خطا کرد صحیحش همین استعظموا، میگن که این کار درست نه، این کار چه این درست نه، این کاراتون این چی میکنن، یعنی میگن که این کاراتون شما با این که صالحای غیبت کرد استاده ایتون. امروز حسمه میخیره یا نسمه؟ علم جرح تعدیل چی میگود؟ غیبت میگود. لیکن چی میگود؟ میگود که میگود که علم جرح تعدیل 1000 سال پیش از این مرد. نه برادر، تو بانک تو استادات 1000 سال پیش از این امام های جرح تعدیل همین خیلی میگفت، یعنی تو استادات امروزه مثلا همین خیلی دراویشه ها چی میگود؟ میگود که علم جرح تعدیل نیست. علم جرح تعدیل که جنده میگود قبرنده میگود، قبرنده میگود. این به میگویم که نه، قولت خطا توی استادات مثل تو بین درویشا مثل تو بین درویشا دراویشه ها وقت چند امام های ماهای مثلا چی میگفت، یعنی علم جرح تعدیل نمیگفت. یعنی علم جرح تعدیل یگان زماننده یگان اصلنده از دست تو و تو بر این آدم ها سلامتنده نموند. فهمدید یا نفهمدید؟ این چیزا فهمدید؟ حاضر که مثلا میگوید که نه این تو غیبت میشه. وقتی که یک حزبی خطاش بیان میکنه، یک مثلا مبتدع بدعت چه بیان میکنه، مباشرتا چی میگوید؟ میگوید که این غیبت. طيب علم جرح تعدیل چی برادر؟ بخاری مسلم نه اینو، یعنی اینو وقت چند نه اینو برای که آدما محتاج بود. اگر تو هم وقت امروز زنده میبودی هم قول میگفتی بخاری مسلم هم ادبان تو چی سالم نمیموندن، یعنی برای که تو بر این آدم ها همین زمان بخاری مسلمانده چه خیلی که تو امروز اتباع ها پیروای بخاری مسلم طعنه میکنی، میگویی که وای ها غیبت میکنن، وای ها متشددن، وای ها کذا، وای ها چی غلات فی تجریح میگویی. تو امروز علمای جرح تعدیل همین خیلی طعنه میکنی، انا تو بر این آدم ها وقت چند مسلم بخاری همین خیلی میگفتن. دیدی تو کی؟ تو یک درویش و تو بر این درویش ها وقت چند میگفتن، یعنی